طرز استفاده بردن فونکسیاهای نیتی و پویسک در اکسل. برابر میگذاریم، نیتی مینویسیم، در ناخنک ای خورد مینویسیم، ناخنک رو میپوشیم، نقطه ویرگول میگذاریم و از کدام حجره گفتن میخواهیم. حرف ای خورد در دوم نوبت قرار دارد. باز مینویسیم برابر پویسک ناخنک ای خورد ناخنک نقطه ویرگول، باز حجره لازمه و تکمچه تب. فرق اینها در چیست؟ اگر من در نیتی حرف ای کلان نویسم خطا نشان میدهد، لیکن در پویسک ای کلان نویسم هم خطا نشان نمیدهد. برای این ما تا پایان کپی استاید میکنیم. حرف ای خورد رو در هر سه نام هم نامناسب هم جستجو میکنیم. ای خورد در اینجا 13 در 13 نوبت قرار دارد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. لیکن در پویسک باشد یکم حرفی خواه کلان یا خورد باشد همه رو به نظر میگیرد. در اینجا باشد هفتم است، هم در نیتی هم در پویسک. اکنون اگر ما رقم تلفن ها رو از اینجا نست کردن خواهیم، فونکسیای اکنون ما اگر رقم تلفن ها رو از اینجا نست کردن خواهیم، با فونکسیای لیو سیم کمتر دشوار می شود، زیرا رقم های تلفنی ما هر گونه است، از تاجیکستان، از روسیه و از کانادا یا اینکه امریکا. برای این ما اول با واسطه فونکسیای نیتی سیم رمز های در این حجره نوشته شده رو حساب میکنیم. برابر نیتی و ناخنک استوید میکنیم، ناخنک رو میپوشیم، نقطه ویرگول و از کجا، یعنی از D2 تب رو زیر میکنیم. در اینجا 31 رمز است. در 31 رمز قرار دارد. این را تا پایان استوید میکنیم. اینش باشد در 29، دیگرش در 28. اکنون برای رقم ها رو نست کردن ما در اینجا فونکسیای لیو سیم رو استفاده میکنیم. با جای پلوس مینویسیم لیو سیم. بعد حجره لازمه رو مینویسیم D2 نقطه ویرگول. بعد باز یک قوس دیگر مینویسیم. در اینجا یک ویرگول زیادی نویست.
مینوس یک میکنیم، یعنی یک رمز رو از ما دلیت میکنیم. این رو با پایان کپی استویت میکنیم. تمام. تکست رو به رقم تلفن نوشتیم.